پرزیدنت ازبکستان برای خودش پرزیدنت است، برای ما هیچ فرقی نداره. یک شهروند مسئولیت هست آمده از انجامش میرود. احمق‌های بناموس‌های ما تمام زنها را در پروی اونها رقص بکنین، خرسندی بکنین. زنها و خواهرها و دخترای ما و شما را میبرورن در پروی کیم کدام یک نفره باید رقص بازی کنن، بجمونن، باید زیبا بجمونن، خوشرو باید لذت ببرن اونها. این چی نمود سیاست هست؟ من این خواهرای ما و شما، یکی را خواهرش، یکی را افش، یکی را دخترش، این یورا برای یک چند دقیقه رئیس جمهوری ازبکستان در میدان برآورن. این سیاست نیست آخه، این احمقی است. مرحمت کنید، ما در برنامه قبلی گپ زده بودیم، اما میخوایم در جا وسیع‌تر حرف بزنیم که حالت چی است. در آفتاب گرم یکی را دلش میزنه، یکی از کورش تشنگی میغلطه، یکی از سردردی میغلطه. چی نمود سیاست است این؟ چی مردم برای شما احمق است؟ خواهری تاجیک، زنی تاجیک برای شما یگام نمیدونم عفت و ناموس نداره؟ برای یک رئیس جمهوری ازبکستان گویا یک نمیدونم از آسمان هفتم اومده است قدر زن و خواهر آمد خوش آمد، تمام بیا سلام علیکم مرحبا خوش کلاب تمام بیا هواپیما اومدی ماشین سوژه برای ادارت کار بردگی برو بخیر دیگه. کی بود از اصلا بگو چی ارزش داشت که زنهای تاجیک در اروپا باید برقصن؟ از کجا گرفتن این منطقه؟ پرزیدنت ازبکستان برای خودش پرزیدنت است، برای ما هیچ فرقی نداره. یک شهروند مسئولیت هست آمده از انجامش میرود. احمق‌های بناموس‌های ما تمام زنها را در پروی اونها رقص بکنین، خرسندی بکنین. شما از کجا گرفتین این عقل خیرده؟ برای شما شاید رئیس جمهور ازبکستان کدام خداتون است نعوذ بالله. کی از خودش یک رئیس جمهور عادی همسایه کشور ما رئیس جمهورش میبیا هم چون یک یک چیز عادی برای کاری خودش اومده است. این حکومت ما است که یک قدر به فرهنگ و به فهمش که بدون یک کدام برنامه میرفته اومدن میگه اون مردک برای برنامه‌های خودش میبیو چند سازشنامه دیگر به خاطر منافع ملیش میبنده میروه. بود شما دهنتون واس فقط رقص و بازی زن و کودک برای رقص کنید، شما عقل نداری نمیفهمید. اما اون مردک هر سفری که میروه با برنامه میروه، پروژه قطعی میروه، سازشنامه امضا میمونه، چقدر شرطنامه ها میبنده برمیگرده. رئیس جمهوری ازبکستان آخران در هر سفراش ببینید هر جا که میره با یک برنامه با یک گزینه میره و برمیگرده. این به سوادای ما، این کم فرهنگای ما، این مشاورای گاوی رحمانوف رقص کنین پرزیدنت ازبکستان با طور رقص و بازی پیشواز بگیره که اعلی حضرت آمد. به ناموس و بخیرد و مرحمت کنین. کودکای یاش پدراشون در مهاجرت، برادراشون از تنگی زندگی در مهاجرت نمیدونن که فرزنداشون در کدام حالت است. ای برادرای عزیز، ای پدرای بزرگ، ای مادرای عزیز، شما امانت گذاشتین زن و فرزنداتون در اون کشور، 5000 کیلومتر سفر کردین در ملک روس، در اجنبی را تازه میکنین، پول کار میکنین، اما کسانی که شما امانت گذاشتین در اون امانت خیانت کردین. بناموسا زنها و خواهرها و دخترای ما و شما را میبرورن در پروی کیم کدام یک نفره باید رقص بازی کنن، بجمونن، باید زیبا بجمونن، خوشرو باید لذت ببرن اونها. این چی نمود سیاست هست؟ چند سال دیگه ما قبول میکنیم؟ آیا برای ما ناموس نیست؟ من خواهش میکنم پدرای عزیز، برادران عزیز متوجه باشین، برا درک درست فهمه که من چی میگم. گریه من از اون است که بیچاره‌اش، من از اون ننالیده هستم که انا که چرا یک مادری تاجیک رفتم، نه از اون نیست. من از اون گله دارم که ما امانت گذاشتیم، در امانتی ما خیانت کردنی بخیرد و در امانتی ما خیانت کردن. مشکلی در اینجا است. متوجه باشین، هر روز تماس بگیرین، نگذارین اگر فرزندتون میگه من مشروع میرم نگذارین، خواهش میکنم رد بکنین، انکار بکنین، نگذارین حتی بیرون از برنامه مکتبی برای من رقص بازی کنن. حالا ما 30 سالگی استقلالیت داریم، چند ماه دیگر از درس ها بیرون، از مکتب بیرون، از امتحان ها بیرون میروند در آفتاب گرم رقص بازی رستا بگره. چی بدبختی های دوجه میشه و چی فسادکاری دوجه میشه و چی ظلم دوجه میشه و چی تجاوز دوجه میشه، خدای توری سر میدونه دیگر.
با همون خاطر متوجه باشین، احتیاط بکنین، فرزنداتون رو نگاه بکنین، نظارت بکنین. شما مکتب به خاطر خواندن روان کردین و تندرستی او روش سیاه میکنه. هر کسی میگه که خب استقلالیت است، مشروکر، او وطن دوستی نیست. او با اون معنی نیست که یک کس برای مشروکه او بهترین وطن دوست است، یک کسی مکتب میخونه و وطن دوست نیست. او دروغ است، او مکر است، او شیطانی است، او احمق و ابله است. اگر در همین نظر است که مشروکه برای وطن دوستی است، دروغ میگه، شیطانی میکنه. درس بخونن، تعلیم بگیرن، علم بگیرن، دانش بگیرن، آینده برای وطن خدمت کنن، انجینیر بشوند، مهندس بشوند، کیهانآور بشوند، نمیدونم یوریست بشوند، معلم بخش چندین زبان ها بشوند، دیپلمات بشوند. انا ایره خدمت به وطن میگن. انا وقت برام برای وطن خدمت کنن. این چی بود است که از کورس 1 تا 5 از صنف 10 11 هر چیزی که نباشه میبرن در یک میدان گرما سر میتن روز تا دیگر رقص کن. این سیاست نیست. این بی‌تمیزی و بی‌فرهنگی یک نظام و یک حکومت است.